نگاه یک به مهمترین ها در امروز. ادعای لانگوار ژورنال از گفتگو میان کابل و تهران. لانگوار ژورنال ادعا کرده است که افغانستان و ایران درباره اقدام مشترک بر ضد اسرائیل گفتگو کردند. در خبر دیگر انتقاد اتانبایوا از ادامه محدودیت‌ها بر بانوان. روزا اتانبایوا از ادامه محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان انتقاد کرده. آن سو در جهان بر رسمیت شناسی فلسطین از سوی ارمنستان. ارمنستان فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. سلام به نگاه یک، خوش آمدید. من فیاض احمدی هستم و در این بسته خبری از مهمترین ها به شما میگوییم. در خبر اول از گزارش لانگوار ژورنال آغاز میکنیم. روزنامه لانگوار ژورنال در گزارش ادعا کرده است که امارت اسلامی و ایران درباره اقدام مشترک بر ضد اسرائیل گفتگو کردند. این در حالی است که پیش از این تهران نیز میزبان نشست‌های گوناگونی میان نمایندگان امارت اسلامی و حماس بوده است. خالد عمری به این مهم پرداخته است. پس از انجام حمله موشکی و پهپادی ایران بر اسرائیل، امارت اسلامی آن حمله را دفاع مشروع پنداشت و حمایتش را از حکومت ایران اعلام کرد. در تازه ترین مورد، روزنامه لانگوار ژورنال در گزارش ادعا کرده است که سرپرست وزیران امارت اسلامی و ایران در تماس تلفنی درباره اقدام مشترک بر ضد اسرائیل و پشتیبانی از فلسطین با هم گفتگو کردند. این روزنامه مدعی شده است که پیش از این نیز تهران میزبان نشست‌های مختلف میان نمایندگان امارت اسلامی و حماس بوده است. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و طالبان در مورد انجام اقدام مشترک علیه اسرائیل در حمایت از حماس گفتگو کردند. در گفتگوی تلفنی دو دیپلمات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی خواستند تا بر اسرائیل فشار بیاورند. امارت اسلامی طالبان در این مسائل باید پشتیبانی ایران نکنن و ایران باید یار استعمال نکنن و خشونت‌ها و دشمنی‌های اسرائیل که امارت اسلامی در این موقع نیست که باید با دوش خود بگیره. اگر هر اقدامی که الیاز شرعی و اسلامی و همدردی با مردم حماس و فلسطین دارن، مستقلانه باید کشور خودشان موضوعگیری و سیاست خود اعلان کنن. شماره از تحلیلگران با در نظر داشت چالش‌های موجود در کشور میگویند که حمایت امارت اسلامی از حمله‌های ایران بر اسرائیل و اقدام‌های مشترک آنان در این جهت سبب جلب تحرکات منفی اسرائیل بر ضد افغانستان خواهد شد. در حالی که افغانستان خودش بازارها چالش مواجه است، اما صحبت کردن در امور کشورهای دیگر به خصوص اسرائیل به درد بخوری مردم افغانستان نیست، میتونه که تحرکات منفی اسرائیل علیه مردم افغانستان رقم بزنه. قدرت‌های بزرگ بازی‌های سیاسی و استخباراتی که با مردم افغانستان کرده کمتر از مردم فلسطین نیست. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، حکومت سرپرست داشتن روابط نیکو با ایران را بخش از سیاست خود دانسته، اما تاکنون حکومت ایران امارت اسلامی را به حیث دولت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. واشنگتن پست گزارش داده است که تغییرات اقلیمی تلاش‌های امارت اسلامی را برای ریشه‌کن کردن خشخاش در افغانستان به چالش کشیده است. این در حالی است که امارت اسلامی ممنوعیت کشت خشخاش و ریشه‌کن کردن آن را دستاوردهای خودش می‌داند. حلیمه صدیقی گزارش می‌دهد. به دنبال ایجاد تغییرات اقلیمی و شرایط سخت آب و هوا در کشور، واشنگتن پست گزارش داده است که کشت برخی از فرآورده‌های کشاورزی در برخی از مناطق کشور دشوار شده و حتی ناممکن است. در این گزارش دلیل اصلی رو آوردن دهقانان به کشت خشخاش، رشد این گیاه در اوضاع دشوار اقلیمی گفته شده است. همزمان با این گفته می شود که دهقانان در کشور پس از اعلام ممنوعیت کشت خشخاش از سوی حکومت سرپرست به کشت بدیل رو آوردند. شما می دیدن که در زمان جمهوریت به میلیون ها دلار در راسته مبارزه با مواد مخدر مصرف می شد و امکانات فراوان مادی و تکنیکی وجود داشت، ولی امروز با حکومت افغانستان در این قسمت در حالی که هیچ نوع مساعدت و همکاری نمیشه. در همین حال آگاهان کشت خشخاش را منبع عایداتی در وضعیت دشوار اقلیمی برای دهقانان پنداشتند. بانک امارت اسلامی ممنوعیت کشت خشخاش و ریشه‌کن شدن آن را از دستاوردهای 30 ساله حاکمیتش می‌داند، اما بر بنیاد این گزارش هنوز هم مواد مخدر در ولایت‌های جنوبی کشور کشت می‌شود. این در حالی است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که کشت و تولید مواد مخدر در سراسر کشور را به صفر رسانیده است. اگر طالبان نتوانند یک انتقال موفقیت آمیز از خشخاش به محصولات دیگر را مدیریت کنند، تاثیرات آن می‌تواند فراتر از مرزهای افغانستان احساس شود. تعویض کشت
مواد مخدر یک منبع عایداتی به یک سری داقین میتونه بوده باشه، ولی به خاطر مهار ازی نیاز است که ما کشته بدیل در نظر بگیریم مانند شیرین بویه و هنگ و زعفران تا خواست داقین برآورده ساخته باشه و از کشت مواد مخدر دست بردار شوند. نماینده دائمی روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که بی گفتگو با امارت اسلامی صلح پایدار در افغانستان امکان پذیر نیست. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد حضور نیافتن نمایندگان جامعه مدنی و زنان را در سومین نشست دوحه ناامید کننده گفته است. نجیب محمدی جزئیات می‌دهد. افغانستان محور نشست ها. نماینده دائمی روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که بدون گفتگو با امارت اسلامی صلح پایدار در افغانستان امکان پذیر نیست. بدون گفتگو با طالبان صلح پایدار در افغانستان امکان پذیر نیست. هیچ جایگزینی برای این مسئله وجود ندارد. ما بار دیگر نگرانی مسکو را نسبت به تهدیدهای امنیتی از ادامه فعالیت داعش خراسان نیز مطرح می‌کنیم. از سوی هم معاون نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد میگوید که ادامه ممنوعیت آموزش دختران تاثیرات منفی بر نسل‌های آینده افغانستان خواهد گذاشت. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که از مردم افغانستان به ویژه از زنان و دختران افغانستان پشتیبانی کند. ارتباط و همکاری منطقه‌ای در راستای تامین ثبات در افغانستان کافی نمی‌باشد. باید جامعه جهانی در این راستا نقش درست را ایفا کند. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حضور نیافتن نمایندگان جامعه مدنی و زنان را در سومین نشست دوحه ناامید کننده پنداشته است. در دستور کار سومین نشست دوحه پرداختن به مسائل اصلی به شمول مشروعیت ملی، حقوق اسلامی و اساسی همه شهروندان و از جمله زنان و دختران مهم و ارزشمند می باشد. در همین حال سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده که کشورش برای مقابله با افراطگرایی، حراس‌افکنی و توسعه یافتگی در افغانستان تلاش می‌کند. رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نمایندگان امارت اسلامی را در نشست سوم دوحه مهم دانسته است. روزا تانبایوا با ارائه گزارش در نشست شورای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از ادامه محدودیت‌ها بر بانوان کشور انتقاد کرده و از اعضای این شورا خواسته است که برای مردم به ویژه بانوان افغانستان توجه بیشتر کنند. نورسته افاد با جزئیات بیشتر. نشست شورای امنیت سازمان ملل با محوریت گزارش رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشری و اقتصادی افغانستان در مقر سازمان ملل برگزار شد. رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نماینده امارت اسلامی را در نشست سوم دوحه مهم دانسته است. او گفته است که نباید بدون توجه به حقوق بانوان و قانون اساسی افغانستان امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود. با آنکه حکومت سرپرست افغانستان ثبات را حفظ کرده، جامعه جهانی هنوز هم در وضعیت مدیریت بحران قرار دارد. این مثبت است که تمرکز بر بخش خصوصی نیز فضای محدود برای زنان کارآفرین فراهم می کند. همچنان حمایت بیشتر می تواند از طریق تامین مالی یا حتی ویزا برای بازدید از نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور به زنان کارآفرین ارائه شود. روزا اوتانبایوا گفته است که یونما در هفته‌های گذشته در مورد نشست دوحه با صدها شهروند افغانستان به ویژه بانوان در سراسر کشور صحبت کرده است. آگاهان نیز حضور امارت اسلامی را در این نشست به سود کشور می‌دانند. اگر نشست‌های سازمان ملل متحد مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های جامعه افغانی باشد، به نفع مردم افغانستان است. قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر سازمان ملل متحد نشست سوم دوحه را درباره افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای جهان میزبانی کند. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گفته است که اگر در نشست سوم دوحه به پیمانه کافی درباره بحران حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان پرداخته نشود، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. در این بیانیه آمده است که حکومت افغانستان با سیاست‌های خود به دنبال سلب اساسی ترین حقوق بانوان در این کشور است، اما امارت اسلامی گفته است که حقوق همه شهروندان افغانستان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. سونیتو عزیزی. تأکید سازمان عفو بین الملل در مورد بحث قرار دادن حقوق بانوان افغانستان در نشست دوحه.
دبیرکل سازمان عفو بین الملل در بیانیه گفته است که اگر در نشست سوم دوحه به پیمانه کافی درباره بحران حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان پرداخته نشود، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. این سازمان تاکید کرده است که موضوع حقوق بشر و حقوق بانوان افغانستان باید در محور بحث این نشست قرار گیرد. در این بیانیه آمده است که حکومت افغانستان با سیاست‌های خود به دنبال سلب اساسی ترین حقوق بانوان در این کشور است، اما امارت اسلامی گفته است که حقوق تمام شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و کشورها نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند. اگر نشست سوم دوحه به اندازه کافی به بحران حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان نپردازد و مدافعان حقوق بشر، بانوان و جامعه مدنی افغانستان را در بر نگیرد، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. یک حد وسط میانگین که بتانه حقوق زنان جامعه ما را در نظر بگیره و شرایط افغانستان را در نظر بگیره اصلا وجود نداره. طالبان از روز آغاز تا به حال پیوسته از لجاجت‌هایشان در این تقریباً 3 سال اخیر امتیاز گرفتن، هم از شرق هم از غرب. برخی از فعالان حقوق بانوان افغانستان نیز نشست دوحه را بدون در نظر داشت حقوق بانوان فاقد اعتبار جهانی می‌داند. نشست سوم دوحه در صورت اعتبار جهانی می داشته باشد که چالش‌های مهم اساسی افغانستان و حقوق بشر به خصوص حقوق زنان مورد بحث می بود و اینکه احتمالاً در این نشست شخص سرمنشی سازمان ملل نیز شرکت نمی کند از قبیل هویدا است که نشست سوم دوحه اعتبار بین‌المللی ندارد. عدم حضور زنان و عدم حضور جامعه مدنی در مجلس سوم دوحه متاسفانه یک خلای بزرگ است و زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قطعنامه 27-21 و همچنان ارزش و جایگاه سازمان ملل متحد به شدت آسیب پذیر ساخت و یک معامله و سازش هست که ایالات متحده آمریکا انجام داد. این در حال است که قرار است 3مین دور نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در 30 جون سال جاری برای 2 روز در قطر برگزار شود. وزارت داخله امارت اسلامی گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان را دور از واقعیت دانسته و تاکید کرده است که امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله از این سازمان خواسته است که دیدگاه‌های خود را بر مبنای واقعیت‌های عینی افغانستان ارائه کنند. عبدالشبیر حبیبی با جزئیات بیشتر. واکنش وزارت داخله در پیوند به گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیتی افغانستان. سخنگوی وزارت امور داخله گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان را رد کرده و آن را دور از واقعیت دانسته است. او تاکید کرده که امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت افزوده است که سازمان ملل متحد همواره تلاش کرده تا وضعیت افغانستان را ناامن و بی ثبات نشان دهد. وزارت داخلی کشور از این سازمان می خواهد که نظریه های خود را بر مبنای واقعیت های عینی در افغانستان ارائه کند. ما همه این ادعاها را مسترد می کنیم و خلاف واقعیت ها می بینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده. در اواخر ما رویدادهای امنیتی نداشتیم، البته خیلی محدود بوده، اون هم در موارد خرد و کوچک بوده. شاید اونا به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیات‌هایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچی‌ها داشتیم اونها را هم ضمن موارد امنیتی کرده. پیش از این آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که حمله‌های ضد امارت اسلامی در افغانستان افزایش یافته است. گزارش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت در مورد افغانستان کاملا دور از حقیقت است. این گزارش با وضعیت عینی افغانستان تطابق ندارد. در همین حال آگاهان نیز از سازمان ملل متحد می‌خواهند که گزارش‌های خود را باید بی‌طرف ارائه کند. سازمان ملل متحد در قسمت تهیه گزارشات خود در مورد اوضاع افغانستان باید سیاست بی‌طرفانه خود را حفظ نموده، گزارشات خود را مبتنی بر حقایق تلخ جامعه افغانستان با شورای امنیت ارائه بکند که جهانیان از آن باخبر باشند، ولی این گزارشات نباید چنان منفی بافانه باشد که بتواند اوضاع افغانستان را بدتر بسازد و نه هم چنان باید چنین خوشبینانه باشد که
جهان را در سوی تفاهم قرار بدن. این در حالی است که فرماندهان نظامی و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا داعش خراسان را قوی‌ترین تهدید برای حکومت امارات اسلامی در افغانستان و فراتر از آن دانستند. و اما در مهمترین های جهان، وزارت امور خارجه ارمنستان با نشر بیانیه اعلام کرده است که کشور فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته است. در بیانیه این وزارت آمده است که ارمنستان در کنار پیوستن به قطعنامه سازمان ملل خواستار برقراری آتشبس فوری در غزه است. وزارت امور خارجه ارمنستان با نشر بیانیه اعلام کرده که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته است. در بیانیه این وزارت آمده که ارمنستان در کنار پیوستن به قطعنامه‌های سازمان ملل خواستار برقراری آتشبس فوری در غزه است. وزارت خارجه ارمنستان همچنان هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، خشونت بر ضد غیر نظامیان و گروگانگیری‌ها از سوی نیروهای اسرائیلی در غزه را محکوم کرده است. گفتنی است که پیش از این کشورهای اسپانیا، نروژ، ایرلند و سلوانیا نیز کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته اند. دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده که همزمان با پرواز یک هواپیمای ناشناس در روستای عشایر و در چند کیلومتری مرز سوریه با عراق انفجار خطرناکی رخ داده است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه هنوز مشخص نیست که این حمله نیروهای حاضر در این منطقه را هدف گرفته یا پایگاه و انبار این نیروها هدف این حمله بوده است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه هنوز مشخص نیست که این حمله نیروهای حاضر در این منطقه را هدف گرفته یا پایگاه و انبار این نیروها هدف این حمله بوده است. مقام‌های اوکراین اعلام کردند که در پی حمله‌های گسترده ارتش روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، تجهیزها و تأسیسات برق‌رسانی در شهرهای زاپوریژیا در جنوب شرقی و لویو در غرب آن کشور آسیب دیده‌اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در بیانیه تایید کرده که نیمی از ظرفیت انرژی اوکراین در حمله‌های روسیه از بین رفته است. آتش سوزی گسترده در جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً منطقه کرد نشین است منجر به مرگ 12 تن و زخمی شدن بیش از 75 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه فخرالدین کوجا وزیر صحت ترکیه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در پی آتش سوزی گسترده بین شهرهای ماردین و دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه 12 نفر جان خود را از دست داده اند. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که از اثر انفجار یک بمب دستساز کنار جاده در شمال غرب پاکستان 5 سرباز آن کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار این بمب را به عهده نگرفته است. سپاسگزار از توجهتان به مهمترین ها در یک.